وجودم را از غم ویرانه کرده. اینو تو روزایی می‌نویسم که نمیتونی بگیرینم نه ببینینم، جدا از همه کس شرایی که شنیدم بریدم و حالمو نمیشه بگیری کرد. وقتی با آدمو میری باید بگیری سخت، چون اگه هیچی نباشه واسم یه چیزی هست، حتی اگه نباشی نزنی به چیزی دست، چه برسه بگیره بگی بشی پیشم. درسته وقتی بری نتوش رد میزنه بیرون بدون اینکه بگیرم دور، همه چیزمو براش دارم و بکیرم بود، جوابش اون همه به گاهی بهم بکیرم بود که بس اینقدر دست کنه یکی از دور، یکی میخواد حلال بخوره یکی ارون، یکی از تنها با ویزونه یکی از چون، یکی با شرفش تو میدون و یکی همون. 20 سال گذشت و هنوز پر از دیدم، هنوز تو حالت قرینم پرانگیزم، واقعی ترینم حتی وقتی هنر پیشم، وقتی اتم بالم میشه منو هلم میگرم، نگاه نور خدا تابیده به روحم و نمیذاره پشت در که تاریکه بمونم، با هر سلول خودم بیرون بزنم و همیشه قد آسمون آبی رو بدونم. قدرت نه رو محکم‌تر، با اینکه لوتیا رو میکنه قربت‌تر، به خدا مردم و ندارم من مردم تر، با اینکه لوتیا رو میکنه قربت‌تر، به خدا مردم و ندارم من مردم تر.